د افغانستان منظرې یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې مو غښتلي اوسئ. راغلي یاستو کابل ته د استالف ولسوالۍ ته چې هغه سیمې ته چې کلال جوړوي، یعنې چې دا سیمه دا خلک یې د قلعې کلال په نامه یادوي او موږ راځو دوی سره ګورو چې د ډېر مختلف جکونه، کاسې، قندانې، مختلف شیان جوړېږي په ډېرو ښایسته ډیزاینونو سره. نو موږ هغه ځایګي ته راغلي یاستو چې خپله د همدغه ځایګي کې دا کلال ماما ناست دی، نو د دوی سره به ورځو درنه کارخانې ته او له دوی سره به خبرې کوو. ویډیو تر اخره وګورئ او خوند ترې واخلئ. راځئ زموږ سره. السلام علیکم، امور جور بخیر، خوب هستی؟ بخیر؟ خوب هستین جان، تنظیر بخیر، خوب هستین؟ سلامت باشی. در اول که به بیننده های عزیز خود معرفی کنید. اسم عبدالوهاب، باشنده ولسوالی استالف، قریه کلالان. قریه کلالان. والا بسیار خوی امیال چی جور میکنی؟ امیال یک دانه کاسه شورباخوری جور میکنی. شورباخوری؟ بله. خب این در چی و چی شما جور کرده میتونی مثال که یک در نمایش بگیری که مثال کاسه و جک و دیگر چیزا جور کرده میتونی؟ خب از قبیل کاسه، قابای پلو خوری، چاینکای چای، گلدانای گل، دیگه گیلاس های چای خوری، آب خوری، جکای آب خوری، همون شایی که بخوای همینجا جور میشه. تشکر، سلامت باشی. این خاک شایی از خاک جور؟ این خاک به نام خاک مکن یاد میشه که زردگل است. این از کوه استالف ما میاریم اینجا تر میکنیم، لغت میکنیم، باز با ساختن میگیریم. جور کردنش هم من سخت است دیگه. طبعا جور کردنش خود سخت است. که تا پای تا میتی؟ بله، این هم روی پای دار میکنیم. این برک بازار یعنی همونطور؟ نه، برک نداره. بسیار. اینجا باز استاد شما این رنگ گم شما میتی یا دیگه جای رنگ میشه باز؟ کل کارش اینجا تمام میشه، رنگ میشه، دیزاین کاری میشه. بعد از او با دکوره برده میشه که آتش میشه، برش 7 ساعت آتش میشه. بعد از 7 ساعت بعد بازیر ما میکشیم به بازار عرضه میکنیم. تشکر. والا واقعا نو تاسو چې اوس کومه زما په لاس کې دا پیاله نه، دا پیاله هم همدغه ته جوړه شوې ده او همدغه ماما جوړه کړې ده په څونه ښایسته شکل باندې چې زه چاو شو چې ډېر خوند کوي. این خو جور کردی حالا درباره رنگش بر ما بگویی که چه قسم رنگ میشه، درباره رنگش کم صحبت کنید. خب شما این ظرفا رو که در بازار میبینید به رنگ‌های مختلف، این رنگش رنگ خود افغانی است و نه این رنگ پودری و نه رنگ روغنی است. این یک رنگی است که به نام اشکاربته میگن که یا در تاسقرغان در مزار شریف پیدا میشه. ما از اونجا میاریم، این باز پیشازی همراه دیگه مواد وطنی است که به نام چخمق سنگ یا گل سفید ما او رو میگیم. این با دکوره میمانیم که شیشه میشه، او میشه. باز پس رو میگیریم ما پودر میکنیم، اکسادهش همراهش گرد میکنیم که زرد، سبز، سرخ، آبی، هر رنگی که ما بخوایم از امو شیشه ما جور میکنیم. شما میبینید تصویر اینی به نام اشکاربته است، باز اینیش هم چخمق سنگ است، اینیش هم که میبینید شما اینی هم گل است، اینی هم خاک است. این خاک است؟ این خاک است، بله. این چخمق سنگ است. این چخمق سنگ است. همین تمام رنگا رو که میبینید شما از این سه مواد جور میشه. این رنگ وطنی است، نه رنگ روغنی. زیاد مردم فکر میکنه که رنگ روغنی است. روغنی است. والا این چقدر جالب است که شما میبینید این رنگ است که هیچ باور آدم نمیاد که این رنگ است، ولی که این رنگایش رو ببینیم چقدر جالب و مقبول است. واقعا این باز استاد این خود رنگا مختلف رنگای پاکستانی و چیزا ولی خو استفاده نمیشه. نه از رنگای پاکستانی استفاده نمیشه. داره خو؟ داره، بله، داره. رنگای پاکستانی خو ما استفاده نمیشه. استفاده نمیکنه. از چی وطن استفاده میکنه؟ از مواد وطن خودمون استفاده. تشکر. گفتی که این در چقدر وقتی پخته میشه و چقدر مانده میشه؟ خب این که رنگ شد بازی دکوره برده میشه، تقریبا 6 ساعت تا 7 ساعت آتش میشه.
اگه قاطع شد 7 ساعت بازی را میمانه، امروز که سرد میشه با سبا ایرم میکشین با بازار عرضه میکنیم. تشکر. دمی درباره دیزاینش اگه بر ما بگویی، دیزاینش تو که اینو جور میکنی، بازی دیزاینش کی جور میکنه؟ خب دیزاینش درباره دیزاین و رنگ یا پوش براتون بگویم که امرای خانما دیزاینش میکنن، رنگ و دیزاین یا پوش خانما میکنن. واقعا چه دونه خسته دیزاینونه که هری دی په هر رقم کې مختلف دغه دي، نو ډیر خسته دي. والا بسیار زیاد مقبول دیزاینر است، مختلف که بسیار خوش آدم. بله یا دیزاینش بسیار خوب است. خب در اینجا پخته می شود. این کور است که در اینجا پخته میشه، از اینجا داخل میشید، داخل جای بسیار کلان است. اونجا با ظرفا رو چینده میری. خب وقتی که چیندی که خلاص شد بازی را انویج آتش میکنی. برای 7 ساعت یا 6.5 ساعت 6 ساعت نظر به چوب است، نظر به داش است، خود کلان داره. بازی آتش میکنی. آتش کردی بازی اینجا که میبینی، اینجا جای هست که میبینی که پخته میشه یا نمیشه. از اینجا معلوم میشه. از اینجا معلوم میشه. از اینجا چطور با شما میفهمید؟ اون طرف آتش است که معلوم میشه. بازی جو معلوم میشه که مثلا ظروف پخته شد یا نشد. او با تجربهش پیش خود ما. خب اینجا چی می‌نویسی؟ چوب می‌سوزانی یا از غال استفاده میکنی از چی؟ ما این چوب عرصه می‌سوزانیم. و دیگه چیز که از غال که استفاده کنی نقص نمیکنه باز؟ نه زغال گپار که اگر ما آتش کنیم او بر ما نمیشه. خب تشکر. این در تقریبا چقدر جای میشه که یک دفعه پختهش میکنی چی در حدود 700 تا 800 تا پخته. تشکر، سلامت باشین، خیر باش. تشکر. Ahora